درود به همه شما عزیزان. از شعر و زندگانی با شما همراه هستم با یکی دیگر از اشعار ایرج میرزا. این شعر در رابطه با حجاب و بچه بازی است. دوستانی که مایل نیستن الفاظ رکیک رو بشنون، در اینجا ما الفاظ رکیک داریم. اون دسته عزیزان که مایل نیستن ازشون خیلی با احترام خواهش میکنم که این ویدیو رو ببندن و یه سری از واژه ها هم هستن که واقعا به دلیل قوانین یوتیوب هست که شاید درست تلفظ نشه. سخن کوتاه، میریم سر وقت این شعر. بدینجا چون رسید اشعار خالص، پریشان شد همه افکار مخلص. که یارب بچه بازی خود چه کار است، که بر وی عارف و عامی دوچار است. انگار اون زمان همه مبتلا بودن به این مرض، چیزی که ما فکر میکردیم فقط اون زمان هست، الان هم داریم میبینیم دیگه، باجناها و توسیها و خلاصه. چرا این رسم جز در ملک ما نیست، وگر باشد بدینسان برملا نیست. اروپایی بدان گردن فرازی، نداند راه و رسم بچه بازی. چه باشد ملک ایران محشر خر، خر نر می سپوزد بر خر نر. شنید این نکته را دارای هوشی، برآورد از درون دل خروشی. که تا این قوم در بند حجابند، گرفتار همین شیء حجابند. حجاب دختران ماه غبغب، پسرها را کند همخوابه شب. تو بینی آن پسر شوخ است و شنگ است، برای عشق ورزیدن قشنگ است. نبینی خواهر بی معجرش را، که تا دیوانه گردی خواهرش را. چو این محجوبه آن مشهود عامه است، آن اشاره به همون پسر داره، یعنی چون خیلی در دسترس هست، دسترسی بهش آسان تر است. آن مشهود عامه است، نه بر عارف نه بر عامی ملام است. دیگه دست خودشون نیست دیگه، هیچ ایرادی بر آنها نیست. اگر عارف در ایران داشت باور، که باشد در سفر مترس میسر. مترس اون واژه خانوم هست و معشوقه هست. که باشد در سفر مترس میسر، به کون زیر سر هرگز نمی ساخت. به عبد جان و غیره دل نمی باخت. تو طعم کس نمی دانی که چون است، و الا تف کنی بر هر چه کون است. در آن محفل که باشد فرج گلگون، ز کون صحبت مکن گه می خورد کون. تو را اصل وطن کس بود و کون چیست، چرا حب وطن اندر دلت نیست. مگر حس وطن خواهی نداری، که کس را در ردیف کون شماری. بگو آن عارف عامی نما را، که گم کردی تو سوراخ دعا را. بود کون کردن اندر رای کس کن، چو جلقی لیک جلق با تعفن. خدایا تا کی این مردان بخوابند، زنان تا کی گرفتار حجابند. چرا در پرده باشد طلعت یار، خدایا زین معما پرده بردار. مگر زن در میان ما بشر نیست، مگر زن در تمیز خیر و شر نیست. تو پنداری که چادر ز آهن و روست، اگر زن شیوه زن شد مانع اوست. چو زن خواهد که گیرد با تو پیوند، نه چادر مانعش گردد نه روبند. زنان را عصمت و عفت ضرور است، نه چادر لازم و نه چاق جور است. زن روبسته را ادراک و هوش نیست، تئاتر و رستوران ناموس کش نیست. اگر زن را بود آهنگ چیزی، بود یکسان تئاتر و پای دیزی. بنشمد در ته انبال پشکل، چنان کاندر رواق برج ایفل. بنشمد بنشیند عشق و حال کنه، عیش و نوش کنه. چه خوش این بیت را فرمود جامی، مهین استاد کل بعد از نظامی. پری روی تاب مستوری ندارد، در ار بندی سر از روزن در آرد. سر از روزن در میاره. کسی که بخواد کاری رو انجام بده انجام میده، کسی هم جلوشو نمیتونه بگیره دوستان. بله عزیزان، بدرود.